گاه اوقات حوادث در جهان رخ می دهد که مرز میان موقعیت و ناشناخته را از بین می برد. داستان امروز یکی از رازآلودترین نجات‌های دریایی است. حادثه که حتی دانشمندان هم هنوز توضیح قانع کننده‌ای برای آن پیدا نکردند. Don't forget to subscribe and like the Bawar YouTube channel. سال 1978 کشتی باربری SS ساراناک با 18 خدمه از فلوریدا به سمت اسپانیا حرکت کرد. مسیر کاملا معمولی بود، اما تنها یک مشکل داشت و آن این که برای عبور باید از لبه های منطقه برمودا می گذشتند. کاپیتان ادوارد مکنزی به تیمش گفته بود فقط 6 ساعت در این منطقه هستیم، مثل صدها کشتی دیگر. اما کسی نمی‌دانست که این سفر به یکی از عجیب ترین وقایع دریانوردی تبدیل می شود. روز سوم سفر هوا کمی معالود شد. رادار اختلال جزئی داشت، اما مشکل نبود تا اینکه در کمتر از 10 دقیقه سیگنال رادار کاملا قطع شد. قطب نما شروع به چرخش نامنظم کرد. ارتباط رادیویی از بین رفت و آسمان ناگهان از آبی روشن به خاکستری تاریک تبدیل شد. آخرین پیام ثبت شده از کشتی: ما در حال ورود به یک مه غلیظ هستیم. صدای عجیبی میشنوم. ما پیام قطع شد. نیروهای ساحلی تلاش زیادی کردند، اما هیچ اثری از کشتی نبود. نه تکه از بدنه، نه علامت روی آب، نه سیگنال از دستگاه‌های اضطراری. کشتی به طور کامل محو شد. در 12 روز هیچ اثری از کشتی پیدا نشد. در این 12 روز خانواده ها در شوک بودند. رسانه ها این حادثه را به مثلث برمودا ربط دادند. هواشناسان گفتند چنین طوفان آنجا ثبت نشده و نیروی دریایی رسما اعلام کرد کشتی گم شده فرض می شود. اما داستان تازه شروع شده بود. روز 13 یک کشتی ماهیگیری کوچک یک جسم بزرگ را روی آب دید. وقت نزدیک شدن باورشان نمی شد. کشتی ساراناک بود، بدون هیچ خط و خراش شدید. شناور آرام و کاملا سالم. اما عجیبترین چیز هنوز مانده بود. خدمه ها سردرگم، آرام، بدون جراحت، ولی با چهره‌های به احساس بودند. هیچ کدام نمی دانستند چی اتفاق افتاده.
کاپیتان تنها گفت. آخرین چیزی که یادم هست ورود به من است. بعد اینجای. از نظر آنها فقط 30 دقیقه گذشته بود، نه 12 روز. وقتی تیم تحقیق وارد کشتی شد، چند چیز شوکه کننده پیدا کرد. اما ساعتهای کشتی دقیقاً در یک زمان توقف شده بود. درست ساعت 12:14 بعد از ظهر. تمام دستگاه ها سالم بودند. نه نشان از سوختگی الکتریکی، نه ضربه، نه آب گرفتگی. هیچ چیز. دفتر نوبری کاپیتان، آخرین جمله نوشته شده: مه، نور سفید. و بس. و بعد صفحه ها تا 12 روز خالی بود. خدمه حافظه 12 روز گذشته را از دست داده بودند. کاملا از دست داده بود. بدن خدمه ها نشانه های از کم آبی شدید داشت. اما خودشان می گفتند فقط نیم ساعت گذشته. دانشمندان 3 نظریه مطرح کردند. 1. پدیده زمانی یعنی تایم سلیپ. 2. توهم ناشی از میدان مغناطیسی شدید. 3. ربایش توسط جریان‌های الکترومغناطیسی ناشناخته. ولی هیچ کدام دقیق نبود. پس حقیقت چی بود؟ بعد از انتشار گزارش مردم نظریه های مختلف دادند. برخی گفتند آنها وارد حفره زمانی شدند. برخی گفتند کشتی از یک میدان مغناطیسی عبور کرده است. برخی هم موضوع را به نیروهای ناشناخته نسبت دادند. اما یک حقیقت وجود داشت. 18 نفر زنده برگشتند، اما انگار 12 روز از زندگیشان دزدیده شده بود. و تا امروز حادثه سراناک یکی از 7 پرونده باز در تاریخ دریایی امریکا است. پرونده که هنوز هیچ پاسخ رسمی برای آن پیدا نشده است. باز هم اگر خواستید از چنین داستان‌ها بشنوید، لطفاً کانال باور را سابسکرایب کنید. کانال باور همه. تا ویدیوی بعدی، بدرود و الله نگهدارتون. Don't forget to subscribe and like the Bawar YouTube channel.